دنبال یه خونه برای پدر مادرتون میگردین یا شاید خودتون به این نتیجه رسیدین که وقت دانسایز کردنه. راستش دلیل این که این لیستینگ رو انقدر دوست دارم همینه، چون به نظرم برای خیلی از خانواده‌هایی که دنبال یه خونه امن و راحت برای پدر مادرشون هستن یا خودشون میخوان دانسایز کنن واقعا گزینه خیلی خوبیه. این لیستینگ جدیدمونه تو یوربالیندا، داخل یه گیتد کامیونیتی 55 پلاس قرار داره. یه سویت یه خوابه و یه حمام دستشویی با آشپزخونه و حمام کاملا آپگرید شده. واکین کلوزت داره، مهمتر از همه بدون حتی یه پله و یعنی رفت آمد خیلی راحت و بدون دردسر. ولی چیزی که منو بیشتر از همه عاشقش میکنه اینه که یه پاسیای بزرگ و خیلی سبز داره، همونجوری که پشت من میبینی. یه فضای دنج که میتونی صبح رو با یه فنجون قهوه شروع کنی یا عصرها چند دقیقه رو از آرامشش لذت ببری. به نظرم این خونه ثابت میکنه که همیشه لازم نیست یه خونه بزرگ داشته باشین تا از زندگی لذت ببرین. گاهی یه خونه جمع و جور توی یه محله آروم و امن دقیقاً همون چیزیه که دنبالشین. اگه حس میکنین این سبک خونه براتون یا برای یکی از عزیزانتون مناسبه، خوشحال میشم بیشتر در موردش باهاتون صحبت کنم و بهتون اطلاعات بدم. 4782 Lakeview, that's where this next chapter starts. Tucked behind the gates where neighbors become friends and hearts. Morning coffee on the patio, sunshine warming up the day.